زبان مادری من فارسی شده، داره میگه چرا فارسی شده. این جدایی که بین ملیت‌های ایرانی به خصوص از زمان رضاشاه به وجود آمد و یک ملت، یک زبان ساخته شد، این دولت ملت ساخته شد، صدمات بسیاری به فرهنگ و زبان همه ملیت‌های باشنده در این جغرافیای سیاسی که به نام ایران اشتهار داره یا همون پرشیای سابق، صدمات بسیار خوردن، بسیار صدمه خوردن. حتی خود زبان فارسی زبان بسیار شیرین و کاملیه، خیلی جای مانور داره، خوب میشه باش شعر گفت، خوب میشه باش نوشت، خوب میشه باش فلسفه گفت، اما خود اون زبان هم چون تنها زبان این چندین ملیت ساکن در این کشور نبود، او هم صدمه خورده، او هم نتونسته رشد طبیعی خودشو داشته باشه. من دفعه پیشم که همین اتاقی داشتیم از طرف رفقای بلوچم شرکت کردم و اونجا هم گفتم که الان زمان این گونه صحبت ها نیست، بلکه زمان این هستش که فکرامونو بریزیم رو هم و بگیم که چه باید بکنیم که زاهدان جمعه ها تنها نمانند. این که بگیم حالا ما جمعه ها میایم بیرون، شما پنجشنبه بیا بیرون جمعه، این راه حل نیست. این یک نوع حتی دور کردن از هم دیگه است. من یادم اون اوایل انقلاب، من میگم نهضت زن زندگی آزادی، بعد اگر دوستان سوال داشتن میگم چرا من نهضت میشناسمش. نهضت زن زندگی آزادی که شروع شده بود، برای چند هفته قلب انقلاب افتاده به کردستان. یه اتاقی هم بودش بچه‌های کرد را مینداختن، پر جماعت، خیلی فعال، خیلی خوب. ولی بعدن اونجا هم متاسفانه شهرهای دیگه که پایین رفته بودن و تو خیابون‌ها خالی شده بود، همین صحبت‌ها میشد که تهرانی‌ها کجا هستن. این پیام دوستی نداشت، این یک پیام از بالا نگه داشتن داشت، نگاه کردن داشت و همین باعث شد که اون اتاق، اون همه جمعیت تبدیل شد به اتاقی که من آخر باری که دیدم 35 نفر آدم توش بود و گردانن اتاق هم همون آدم ها بودن. ببینید باید خیلی مراقب باشید، زمانه بسیار بسیار حساسه. ما باید مراقب باشیم و ببینیم کسانی مثل پرویز مختاری هم هستن که نمیدونن اصلا به چه ملیتی تعلق دارن، حقیقتش تو این سرزمین گم شده‌اند. این آدم آستیناشو زده بالا. برخی از دوستان رفقا اینجا منو میشناسن، بالغ بر 1 ساله، میدوام از این اتاق به اون اتاق، فقط تو اتاقای اتنیکا میدوام از این فرد با اون فرد اتنیکی تماس میگیرم که به نوعی بتونم بین احزاب اتنیکی و احزاب دیگر غیر اتنیکی رابطه برقرار کنم، بتونیم ما تنها حرف زدن از اینکه اتحاد جواب تنها راهه جواب نیست، باید عمل بکنیم، راه بیفتیم. اسما جان خسته نباید بشی. میدونی چقدر به من فحش دادن؟ من 10 مقاله دارم در مورد اصلاح طلبی. خب یک مباحثه 1.5 ساعت دارم با زیدآبادی که خیلی میترسن اصلا باش وارد بحث بشن، این آدم اینقدر حرافه. بعد میدونی به من چی میگفتن؟ چون من طرفدار مبارزه با پرهیز از خشونت هستم، به من گفتن اصلاح طلب. این خیلی از اینا بهم گفتن موقعی که انتخابات تحریم شد خودرسی، که من گفتم خب یه دفعه هم شد که تو هم تحریم بکنی، در حالی که من از اون روز اول، من جز اولین کسانی بودم که در سال 58 پلاکارد دادیم بیرون. من یکی از بچهای راه کارگر بودم، سازمان انقلاب کارگران ایران معروف به راه کارگر، که زدیم انقلاب مرد، زنده باد به انقلاب. اینا میدونستن من از کجا ریشم میاد. به من گفتن تو رأی دادی. اسما جان خسته نشو عزیز من، عصبانی نشو خواهر من، دختر من، نمیدونم فکر کنم به سن سال دختر من باشه. خیلی مواظب باشین، خیلی مواظب باشین که یک وقتی این نشه که
ما بلوچ ها الان درسته قلب انقلاب اونجاست، ضربان انقلاب اونجا، قلب انقلاب داره اونجا ضربه میزنه، اما باید بدونیم که ما بلوچ به تنهایی نمیتونه پیروز شه. برای این کار باید بگردیم دنبال اینکه چگونه، چرا کردها نمیان به سراغ، چرا ترکا نمیان، چرا عرب نمیان. حالا جمعه ها میگن شاید مثلا من از کرد شده میگه که داره بوی مسئله میده، ولی بابا این عبدالحمید، من البته کمونیستم خودم، یعنی اون چیزی که معروف به کمونیسته خدا ناباورم حداقلش این هستش که، و از مله ها به شدت نفرت دارم. من با اینا تو زندان بودم، میدونم چقدر پلیدن، ولی این آقای عبدالحمید امروز دیگه با از مقام یک روحانی حرف میزنه. درسته اون جایگاه رو داره، پیش نماز و رئیس اون مسجد مکیه، ولی این از موضع یک سیاسی داره حرف میزنه. عزیز من، این آدم داره سکولار حرف میزنه. این آدم چند هفته پیش گفتش که دین باید کنار از سیاست باشه. دیگه چجوری بگه شما آدم سکولار رو، حالا چون ملاست، خب بعدم مثلا فرض کنید میوه فروشم نمیتونم سیاسی باشم؟ میتونم سیاسی باشم دیگه، چون میوه فروشم نمیشه سیاسی باشم. البته خطر رو مردم میترسن. ما باید بسیار مراقب باشیم، طوری رفتار نکنیم. بلوچستان مثلا بگیم حالا بلوچستان، حالا منظور چیه؟ کل بلوچستان تاریخی که میشناسیم، یعنی اون قسمت‌هایش که تو افغانستان و پاکستان و ایران است، میخوایم اینا رو میخوایم یه دولت تشکیل بدیم؟ یا مسئله الان ما تو این هستش که این بلوچستانی که توی انقلاب زن زندگی آزادی مردم بخش‌های دیگر، ملت‌های دیگر ایرانی برخواستن با هم بیایم این جرثومه رو، این من بهشون میگم خادمین مرگ را از سرمون برداریم، یک دولت، یک حکومت فدرال تشکیل بدیم، سرزمینمون رو چنون آباد بکنیم که همه اونایی که اون ور هستن هم باشن بیان پیش ما. خیلی مواظب باشید. من امشب واسه این بعضی موقع گریم میگرفت، میگفتم عزیزان من مواظب باشید، مواظب باشید. اینقدر تند و با احساس صحبت کردن خیلی خوبه. یعنی من یه روزی یکی نمیدونم چی گفت شماها رویایی بودی. گفتم ای کاش 1/1000 رویاهای ما رو شما هم داشتید، اون وقت این 44 سال این حکومت رو تحمل نمی‌کردید. آره ما رویایی بودیم، ما برای یک رویا می‌جنگیدیم. من یک رویا دارم، اون رویا ما الان 50 سال دارم میدوام تو داشت. ولی خسته نشین عزیزان من، خواهش میکنم، تمنا میکنم عزیزان من، برادران من، بسیار آرام صحبت کنید. تمام سعیتون بر این باشه که کلامتون دنبال این باشه که چگونه ما میتونیم واقعا اون پیامی که زن زندگی آزادی داد بهمون، من حالا توضیح میدم چرا بهش میگم نهضت، اون پیام رو واقعا از درون درک بکنیم و از درون برای اجراش بریم جلو. من میگم نهضت برای که جنبش انقلابی اگه بهش میگن، جنبش انقلابی میخواد اون حکومت سیاسی رو بندازه، با دستگاه سیاسی کار داره، ولی این نهضت انقلابی یعنی با کل این نظام، این نظامی که تو این 44 سال و حتی از 100 سال گذشته برپا شده، میخواد این نظام رو یک برپا به هم بریزه، به یک نظام نوینی بیاره و این رو کرد. ما دیدیم که از روز اول انقلاب هیچ گونه صحبت این نبود که کرد و بلوچن. حالا این پهلویچی ها افتادن وسط که میگه تجزیه طلبی، یکی میگه چی کوفت و زرمار، به دامان اینا نیفتیم. مثلا همه امروز برای زمان طولانی این اتاق تبدیل شد به یه نوعی که مثلا دعوا بین فارس و کرد، بین این حزب و حزبه. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید خودمون رو کنترل بکنیم، خیلی موقع باید دندون رو جگر بذاریم، صبر بکنیم، بعد که جو آرام شد صحبت بکنیم. ببخشید که طولانی صحبت کردم، تمام مدت گوش میکردم، راستش نمیدونستم از کجا وارد بشم. زنده باد مولانا عبدالحمید، زنده باد مردم زاهدان، پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی. ما پیروز میشیم، ما موفق میشیم. الان بریم تو این که برای سه‌شنبه 16 هم دعوت فراخوان هایی داده شده به خاطر مسموم کردن دانش آموزانمون، بریم تو اینا ببینیم چجوریه. بریم تو این که هر روز دارن اعدام رو بیشتر میکنن، شدت میدن بهش. بریم به این که 6 بچه رو بهشون تجاوز جنسی همزمان میکنن.
بریم دنبال اینا خواهشم. ببخشید طولانیتون. ممنون آقای مختاری. آقای بلوچ، دکتر بلوچ، میکروفون شما رو میبینم ولی آقای بهرامی دور از داخل هستن، ببینم خطشون درست شد بعد به شما برمیگردیم. آقای بهرامی شما تلاش بکنید ببینیم میتونید صحبت کنید. سلام جناب بهین و دیگر دوستان. اینجا صدا من میاد؟ بله سلام. بله صداتون هست. فعلا صداتون هست. بله صداتون هست. بفرمایید صداتون هست. یکی دیگه بهش بگید صداش هست. صدای من هست؟ بله صدای من خدمت یکایک دوستان داشته باشم و خسته نباشید. درسانه افتادن بیرون اصلا. بله ایشون افتادن صدا من الان باید بیاد. قطع وصل بید. قطع وصل بی آقای بهرامی، صدا شما قطع وصل میشه. اگه نشد که بازم با مستمر باشم در خدمت دوستان. متاسفانه صدای شما نمیاد. نمیدونم یه کاری بکن، فیلتر شکن رو ببند، شاید 2-3 دقیقه بتونی صحبت کنی. اگه فیلتر شکن رو ببندی شاید برن بیرون بیان تو درست بشه. رفت بیرون، رفت و برگشت نشد. خب دکتر بلوچ تا اون موقع بشنویم. من با فیلتر شکن و بدون فیلتر شکن شما خیر برکت جمهوری اسلامی آخونده هم اینترنت هم ندارید، اینترنت درستابی هم ندارید. با برق مجانی و منزل مجانی و خمینی مثلا پیامش رو داد، قولش رو داد، اون پیشکش همین غیر مجانی و پولیش هم نمیتونن تهیه بکنن، چه برسه به مجانیش. دکتر بلوچ خبر کن. ممنون، منتوار مهم جان. من دوست داشتم اتفاقا فرمایشات برادر عزیز دانشمند بهرامی رو بشنوم، ولی بنده خدا مثل که صداشون مشکل داره. هر زمانی که هم بفرمایند من در خدمتشون، هر زمانی که مایکشون خوب شد، کانکشنشون خوب شد بفرمایند، من مایک رو رها میکنم، چون ایران هستن به هر حال ارجحیت دارن به همه ما. بعد من یه مطلبی رو خدمت جناب آقای مختاری مطالبی رو فرمودند در مورد قیام اعداء ولشان، یه نصیحتایی رو فرمودن، یه سفارشایی رو کردن. من فقط سوال میکنم که که این مبارزه است که فراخوان بدین بیاید تو میدون فلان. اونا قبل از اینکه شما برسید به میدون انقلاب، قبل از اینکه برسید به میدون آزادی، قبل از اینکه برسید به فلان جا، اونا رسیدن سر تمام بالای پشتبونها، بالای سازمان نشستن شما رو با رگبار میبندن. با یک حکومت با دندان مسلح، با یک حکومتی که دندان مسلح رژیم اشغالگری که تمام دنیا رو با یک سری تروریست، نیروهای اشغالگر شما داری صحبت میکنی. من سوال من اینه، با فراخوان میخواد مبارزه بکنی؟ با اصلاحات مبارزه؟ خواهش میکنم مگر آخوند و مگر سپاهی و مگر بسیجی و اینها، مگر اینها با خواهش و تمنا با تمنا و لطف کنی اومدن که با لطف کنی تمنا میخوان سرزمین منو اشغال نکنید بخوان برن؟ مگر اینها با قربونت برم فدات بشم صدقه سرت میرم، مگر اینها با این حرفا حالیشونه؟ شما فکر میکنید باشه 1000 سال دیگه هم همین روش اصلاحات بکنید. اصلاح پذیر نیستن.
مردم ایران، جوونا فهمیدن این رژیم اصلاح‌پذیر نیستش. این انقلاب جوانیه. این انقلاب جوانی است. جوونها آزادی میخوان. جوونها دیگه به حرف کسی گوش نمیدن که آقا بشین اینجوری بکن، شما مماشات بکن، فلان بکن. اینی که ما بلوچا خودشون حالا در روز جمعه، در روز شنبه، هر روزی که دلشون بخواد، به هر روشی که دلشون بخواد مبارزه بکنن، ما باید این مبارزه رو تایید بکنیم. ما هر گونه که مبارزه بکنن باید این مبارزات رو تایید بکنیم. کسی که برای بلوچا، برای آزادی کرد، برای آزادی، یعنی کرد در کنار بلوچ قرار داره. یعنی که با بگیم چرا کردها نمیان، چرا ما نداریم؟ هر کسی در زمان خودش، به گونه خودش، به روش خودش. چرا عزیزان عرب هستن نیستن؟ اونا خودشون صلاح مملکت خویش خسروان دانند. اونا خودشون تشخیص میدن، خودشون میدونن چه زمانی ضربه بزنن. اما ما چه حقی داریم برای عرب تصمیم بگیریم؟ من چه حقی دارم برای کرد؟ من چه حقی دارم حتی برای جوانای بلوچ خودشون، اونها که در میدان هستن، اونها تصمیم میگیرن چه زمانی چگونه ضربه بزنن و باید ضربه بزنن. تا زمانی که ضربه نخوره این رژیم درک نمیکنه که باید جلو پلاسش رو جمع کنه بره از بلوچستان بیرون، جلو پلاسش رو جمع کنه از کردستان بره بیرون، جلو پلاسش رو جمع کنه بره از مناطق دیگر بره بیرون. مردم اینجوری باید به اونها بفهمونن. مگه حرف حساب میفهمن؟ چقدر باید جوان کشته بشه تو زندان؟ چقدر باید جوان تو زندان باید بهش تجاوز بشه؟ چقدر باید جوان باید تو زندان بکنن؟ تا چه اندازه؟ خط قرمز من و شما کجاست؟ من این رو میخوام بگم. کجا؟ تو چقدر؟ طرف به مادرش، به پدرش، به سرزمینش تجاوز کردن. سالهای سال جوانهایی که دارن با نور. الان شما وقتی اینترنت دارید فکر میکنید چند درصد جوانهای بلوچستان؟ 1% بلوچستان، جوانهای بلوچستان هم اینترنت نداره، اصلا وقت نداره بیاد بشینه برای مثل من و شما بشینه این حرفا رو بزنه، حرفا گوش بده. اون وقت من و شما بیایم بهشون بگیم نکن مبارزه هم نکن، حرفم نزن، صحبتم نکن، برو فراخوان بده. که چی؟ که فراخوان بده سینه سپر کنه جلوی اسلحه فلان؟ نه، اون روش خودشو داره، شبیخون میزنه. به نظر من اتفاقا شبیخونهایی که زدن و میزنن خیلی بهتر و مؤثر بوده. حالا به هر روشی که خودشون میدونن اینها خیلی مؤثرتر بوده که از جلو بری با یک کسی که با دندان مسلحه. و واقعا دست اون جوانهای بلوچی رو که با شبیخون زدن به هر روشی، به هر گونه‌ای، اینها رو درس عبرت بهشون میدن، اینها رو بهشون تبریک میگم. کسی که رسول الله علیه السلام میگه من قتل دون ماله فهو شهید، کسی که برای مالش مبارزه بکنه شهیده، کسی که برای جانش مبارزه بکنه شهیده، کسی که برای همسر و ناموسش مبارزه بکنه شهیده. اینها همه شهیدن. کسی که مبارزه بکنه برای آزادی ملتش این شهیده. هر کسی هم در جای خودش، جناب مولوی عزیز ما در جایگاه خودش رهبر ماست، رهبر همه ماست، نه فقط ملت بلوچ، رهبر ماست، حرف دل همه ما رو میزنه. هر کسی در جایگاه خودش. به هر حال ولی این مبارزه شکل‌ها و گونه‌های مختلفی داره و هر کسی در هر جایی با رژیم آخوندی تروریست پرور داعش صفت نجات پرست حاکم بر این سرزمین مبارزه میکنه ما دستشو میبوسیم. از هر نژاد و از هر دین و از هر مذهبی و از هر منشی میخواد باشه. خیلی ممنون. صدای من بیاد؟ الان صدای من نمیاد. دوستان عزیز اگه کسی میتونه به من اطلاع بده که صدای من بیاد. من کسی صدای شما هست خوبه. الان آقای برامی خوبه، بفرما. من فقط عرض ارادت بکنم خدمت همگی دوستان و برای یک کسی که در داخل بلوچستان دارم زندگی میکنم حالا و یک جورایی میشه گفت زاویه دیدم نسبت به شما دوستانی که خارج از اینجا هستید نسبت به این حرکت انقلاب یا اعتراضات زاویه دید نزدیکتری هست. من اینو بگم که ببینید ما
نیروهای داخل ایران، داخل بلوچستان سپاسگزار احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های خارج از اینجا هستیم. حداقل کاری رو که میتونم برای ما انجام بدن این که زبان گویای ما هستن، به عنوان یک رسانه وسیع‌تر از ما در سطح بین‌المللی و منطقی اخبار و تحلیل‌های اینجا را ارائه میدن. من چیزی که باعث شد تحریک شد که بیام بالا این صحبت‌های خواهر یا دختر عزیز من اسماء عزیز بود و گلایه‌هایی که داشتند، عصبانیت شدند، الله از کفواتی رو استفاده کردن. اما واقعیت اینه که به قول دوستمون صدیق، هر کسی، هر گروه، حزب، دسته و شخصیتی که خارج از اینجا بتونه دست این مردم رو بگیره، راهکاری بهشون ارائه بده و بهشون کمکی بکنه، هر نوع کمکی بکنه، ما دستشو به گرمی میفشاریم و ارج میدهیم زحمتشو و کارشو. اما هیچگاه نخواستیم، هیچگاه ادعا نکردیم و نخواستیم از کسی که ما حدودی رو تبیین و تعیین بکنیم همه بیان بر اون حدود قائم بشن و بر اساس خواست ما و بر اساس تایید عملکرد ما بیان با ما متحد بشن. هیچ اتحادی رو نمیخوایم به اون صورت که کسی از اهداف خودش افو بکنه بیاد پایین. همه دوستان، همه احزاب، همه گروه ها به هر حال خط مشی و اصول حزب یا اهداف رو با خودشون تعریف کردن. همینی که ما در موازات هم الان قرار گرفت، مقابل هم نیستیم، در واقع در کنار هم به موازی هم ایستادیم و هدف هممون با هر خط مشی و با هر روش مبارزه‌ای اینه که به هر حال احقاق حقی از جامعه بلوچستان بشه. اینی که مقابل حاکمیت زور، حاکمیت استبداد ایستادیم و اینی که به هر حال من داخل کشور، اون دوستی که تو زاهدان، من که تو شهر دیگه هم، به هر نحوی، به هر وسیله و ابزاری که دارم اینو اعلام میکنم، اینو میخوام. که داره جونش میده که جمعه میاد تو خیابون، یکی در طول هفته جلسات برگزار میکنه، مردم رو تهییج میکنه، اطلاع رسانی میکنه. همه اینها در داخل این مرز، در داخل این سرزمین، هدف قایشون اینه که نهایت ما به اون حق خودمون که حق تعیین سرنوشت خودمون هست برسیم. احزاب و گروهایی که تا دیروز خط مشی چون استقلال بلوچستان بود و اما امروز بنابر صلاح دیده اینی که یک جوری مقابل اپوزیسیون غیر بلوچ واقع نشن، نمیدونم شاهزاده، نمیدونم بقیه دوستان که هستن الان دارن با احتیاط در این مورد صحبت میکنن، نماینده واقعی خودشون هم نیستن، چه برسه که نماینده واقعی جامعه بلوچستان باشن. دوستان عزیز، اینو چرا میخواید کتمان بکنید؟ اینو چرا میخواید قبول نکنید؟ حرکتی که در بلوچستان امروز انجام گرفته پایه و بنیاد و بنیای مذهبی و دینی داره. تمام رهبریت این حرکت به عهده یک عده از کسانی هست که وجهه مذهبی و دینی دارند. سیاسیون، ملیگراها و دیگر دوستان هم هستند. مشاورهایی که دارن به جناب مولانا عبدالحمید میدن، به مکی میدن، خیلی از دوستانی که اونجا هستن دوستان ملیگرا، دوستان لیبرال، شاید دوستان بقیه هستن. اما اینی که اون کسی که داره اونجا صحبت میکنه در روی یک منبر داره صحبت میکنه و منبر اصلا معنی مذهبه. منبر جای به دین و آیین و مذهبه و سرزمین بلوچستان بالای 90% مردمش مسلمان اهل سنت هستن که متاسفانه این هم بذار بگم، گاهن این مذهبی بودن به یک حدی از تعصب میرسه که ما میبینیم در مقاطعی حتی ملیت و مسائل فرهنگی بلوچ هم میشه اولویت دومشون بعد از مذهب. اینو گفتم متاسفانه، برای که به هر حال این جای بحث داره. خود من و خیلی از دوستانی که در این جامعه هستیم نیست که دیسکانکت شدند. آقای بلاش شما رو بشنویم قبل از اینکه آقای بهرامی برگردند شما صحبت بکنید. من خودم میاد چون قطع و وصل میشه، منم قطع و وصل میشه. ما شما هم داخلید؟ بله صداتون هست فعلا. صداتون هست فعلا. درسته. این حرفی که دوست ما میگفتن
من از زاهدان دارم صحبت کنم که ریشه تمام این اعتراضاتی که الان هست ریشه مذهبی داره. یه بخشش درسته که مسجد مکی فراقومی نگاه میکنه، دلیل داره که فراقومی فرا بلوچ نگاه میکنه. چرا؟ چون دانشگاهی که در مکی هست داخلش کرد درس میکنه، ترک درس میکنه، ترکمن هست، فارس هست، عرب هست، همه اقوام اونجا هستن و جایگاهی که مکی برای خودش تعریف کرده فراتر از یک قوم کرد و یک قوم بلوچ و یک قوم عرب هست. یعنی اینو ما باید در نظر بگیریم. اما بیشترین مشاورینی که دارن مسجد مکی میدن شد مشورت رو دارن انجام میدن. خب ما در مقابل یک حکومت بزرگترین کارهایی که در بلوچستان حکومت کرده، بزرگترین آبادی و عمرانی که واقعا برای ما انجام داده، ورودی هر شهری شما ببینید دیوارهای بلند میبینید با برج‌های نگهبانی که زندانهای اون شهر هست. شما وقتی که وارد نزدیک خاش میشید، میرید زابل، میرید زاهدان، حالا فقط وسط جای دیگه، بزرگترین ساختمانی که میبینید زندان هایی است که درست کردن و روزانه نیست جوانی که اونجا جوان بلوچی اعدام نشه. ما تقریبا 8 تا 10% جمعیت ایران رو تشکیل میدیم، یعنی بلوچ هایی که خود اقلیم بلوچستان، حالا از جنوب کرمان گرفته تا شرق هرمزگان، جنوب ارزم به حضورت که خراسان جنوبی و بره تا سرخس، بره تا مازندران، 8%. ولی اعدام های ما رو شما این مدت نگاه کنید نزدیک به 50% زن و مرد رسیده. چرا همچون کاری رو با ما میکنن؟ شما در یک روز یک درگیری در سراوان شد، شب جوونه بلوچ 17 نفر جوونه بین 18 تا 20 سال، بعض 16 سال بودن دستگیر شده بودن، از خواب بیدار کردن و اعدامشون کردن. اصلا حکمی نداده بودن برای ما. باید گفتن آقا در چشم بگیرید. شورای امنیت ملی اون موقع که آقای لاریجانی رئیسشون در ایران. ما الان قطعا احزاب توانمند ما در آینده به درد ما میخورن. احزاب توانمند ما میتونن بهترین مشاورین ما باشن. حالا تا اون ببرم. ما یکی از دوستان ما میگفت که چرا زنان بلوچ نمیان؟ برادر من، زنان بلوچ زمانی میان شما ندیدید. ما میگیم حلق، وقتی که 7 تا 10 تا چادر سیاه کنار هم باشه ما میگیم حلق در گذشته و الان هم هستن. وقتی اونجا وارد بشیم بعد میبینیم که زن بلوچ کنار مرد بلوچه. اگر کسی سمت حلقشون بره، زن بلوچ کنار مردش، کنار فرزندش کشته خواهد شد و دست به اسلحه‌اش بهتر از مردش هست. اینطور نیست. شما اسماعیل آباد خاش رو ندیدید که مولوی عبدالمجید مرادزهی را دستگیر کرده بودن، زن و مرد اومدن اونجا رو ندیدید؟ خودتون میشینید تو شام تا میخوری، بعد شام از تو کوچه میگی مرگ بر دیکتاتور، تمام. بعد از ما میخوایی که آقا خودتون میان، جووناتون میان. شما از ورودی که ما میخوایم خونه‌مون بلند بشیم بریم تا اونجا 10 تا ایست و بازرسی رو رد میکنیم. هر بلوک سیمانی 1 تنه. به هر دلیلی نگه شما هر صرف 2 کیلومتری هر ایست و بازرسی نگه میدارن تا خودتون میخوای برسونی به مسجد مکی. به 1000 بهانه پیاده میکنن.
اگر یه دونه کپی کارت ملی بات نباشه میبرن رد مرزت میکنن. تو ایرانی هم میبره در سیستان، از مرز میلک رد میکنه افغانیه تا برات دوباره شناسنامت برسونه اون بر باز دوباره برگردی بیه. این برخورد کجای دنیا با شما میکنن؟ کجا شما را از کشورتون بیرون میکنن؟ برید شما رد مرزید، شما ایرانی نیستید. تو اصفهان با شما این کارو میکنن، تو شیراز با شما این کارو میکنن، تو تهران کارت ملی به دستت برسه، بعد از ما میخوای که آقا چرا زناتون نمیان، چرا بچه‌هاتون نمیان؟ جوانای اعدام شده ما را روزانه گاهی بود ما تا 4 تا اعدامی داشتیم. شما برای ما چی کار کردید؟ هر کاری کردید بگید. تلویزیون و مدیا دست شما بود. چجوری حق مجید رضا رهنورد و اون دوتا جوان حسینی واقعا اینا حقشون نبود مرد، اما زمین و زمان به هم دوختید، حقشون بود. اما برای جوانای ما هم نصف این کار میکرد. تا ما میگفتیم که بله اون برادر فارس من، اون برادر دیگه منم واقعا دلشون داره برای جوانای ما میسوزه. 2 تا برادر 3 تا برادر با هم یک جا اعدام کردن، یک جا. صبح جنازه شد گفتم به کرمان تحویل بگیر. کجا این کارو میکنن؟ ببخشید من مزاحم. ممنون آقای بلاشه. به هر حال اینترنت شما یاری داد شما را. آقای مختاری شما کامنتی دارید؟ بله کامنتی دارم. صحبتایی که آقای دکتر بلوچ کردن خطاب به من بود. من فکر میکنم اصلا ایشون حرفای منو نشنیدن. یه سری حرفای کلیشه‌ای داشتن، دلشون میخواست اینا رو بریزن بیرون، خب ریختن بیرون. عزیز من وقتی برمیگردم میگم که هدف این نهضت انقلابی بر هم ریختن کل این نظامه، چجوری منو میچسبونی به اصلاح طلب؟ دلتون اگه میخواد یه سری حرفای بلدین بزنین، خب بزنین، ولی به کسی نچسبونین. قربونت برم. من گفتم من از سال 58 گفتم انقلاب مرد، زنده باد انقلاب. شما باز یه سری چیزایی به من میگی که نمیدونم با به التماس و بفرما برو و قدرت بذار کنار، چنین چیزی نیست. من چنین حجی از کجا در آوردید این حرفا های بلوچی؟ از کجا در آوردید؟ از کدوم جمله من به این رسیدید؟ من به حضرت عالی نگفتم دوست گرامی، من حضرت عالی رو نگفتم. من گفتم شما شروع کردی قربونت برم. بله. که من حضرت عالی بعد ادامه دادید. من از حضرت اجازه بدید شما صحبت کردید، من گوش کردم. اجازه بدید من از خودم دفاع کنم. اگر منظورتون من به حضرت اگر منظورتون من نبودم، نه من منظورم من فقط از شما سوال کردم. گفتم جناب مختاری گرامی، شما راهکار، شما فرمودید که من حرفای خودم رو زدم، من به شما کاری ندارم دوست گرامی محترم. من عرض کردم شما حضرت عالی، پس بنابراین حمله نوک حملتون رو متوجه بنده نکنید. شما صحبت خودتون، اگر نه من به حضرت عالی من صحبتای خودم رو کردم، به شما کاری ندارم. فقط شما بفرمایید که راهکار شما برای مبارزه چیه؟ ممنون. عنایت میکنید. بسیار خوب. پس اگر منظورتون به من نبوده، شنوندگان متوجه شدن که ایشون بنده رو قاطی اون اصلاح طلبانه که به نظر من کمتر از خود این حکومتی ها، اینا که قدرت اصلی رو در دست دارن، در حق این ملت ما، تمام ملیت های ایرانی ظلم و ستم و جنایت نکرد. راهکار من اون چیزی که من گفتم، شما فراخوان رو به نوعی به کوچیکی نگاه کردید، گفتم گوش ببینیم این فراخوان ها برای 16 هم در رابطه با مسمومیت بچه ها بریم اینا. من راهکارم این هستش که از هر کسی باید همونقدر توقع داشت که میتونه بکنه. فرض کنید از یه راننده لوکوموتیو چه توقعی دارید؟ از یه کارمند یا کارگر یا مهندس فلان بندر بخوایم که یه پیچه ماشین رو شل بکنه، یه کاری بکنه تو این در واقع بساب بگیم چوب لای چرخه اینا بذاره، نذاره به چرخه. اینا رو بهش میگن مبارزات مدنی
مقاومت مدنی و اینها در بلند مدت دستگاه دولتی رو ضعیف میکنه، ضربه پذیرتر میکنه. من خیلی دلم میخواستش که واقعا با خونریزی کم این انقلاب جلو بره، این انقلاب به پیروزی برسه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی راهی برای ما باقی نگذاشته که گاهی حرفی که آقای نوریزاد زد بگم انگار که هر درخت خیابان‌های ایران چوبه داره که از اینها باید بشه. من از این خوشم نمیاد، دلم نمیخواد اینجوری بشه، ولی متاسفانه داره به اونجا میره، چون که همونطور که شما فرمودید آقای دکتر بلوچ، برخی از جوانان بلوچ اقدامات انجام میدن علیه اینا، در تهران هم انجام میدن علیه اینا، در تبریز هم انجام میدن علیه اینا، بدنشون میکشنشون، بدنشون میزننشون. من زیاد علیه این نیستم، ولی اینو ما تعیین نمی‌کنیم. سطح خشونت رو همیشه حکومت تعیین میکنه. من به خودم اجازه نمیدم از حالا سطح خشونت تعیین بکنم، ولی میبینم که داره به اون سو میره. همیشه اینطوری بوده. کدام مردمی؟ الان مردم زاهدان، الان مردم خاش، مردم تهران کی اومدن با خشونت بیرون؟ این نظام بوده که خشونت کرده و اینها رو مجبور به دفاع مشروع از خودشون میکنه. دفاع مشروعی که یک روز ممکنه همگانی بشه و هزاران نفر نمیدونم اسلحه دستشون بگیرن، اینا دار بزنن. من راهکاری که فعلا دارم این ازش که از هر کسی اون رو بخوام که میتونه بکنه و مبارزات سرپیچی مدنی رو، نافرمانی مدنی رو دامن بزنم، فکر کنم چه کاری میشه کرد، چه راههایی میشه گفت. مثلا فرض کنین الان دانش آموزا رو مسموم کردن، اگه دانش آموزا میگن ما 3 شنبه اعتصاب میکنیم سر کلاس ها نمیریم، اینو تشویق کرد. این یه گام به جلوه. ببخشید طولانی صحبت کردم، معذرت میخوام اگر که منظورتون من نبودم. من برداشتم این بودش که چون بلافاصله بعد از اسم من به کلامتون ادامه دادید، خب بهم برخورد، چون من این اتهام خیلی بهم زدن و دلم درد میگیره وقتی بهم میزنن، مثل اسما که داغ میکنه. خیلی متشکرم که بهم وقت دادید. من با اجازه خیلی خسته هستم، با توجه به سنم ترکتون میکنم. متشکرم که به صحبتام گوش دادید، متشکرم که از وقتی که بهم دادید. ما پیروزیم، مطمئناً ما پیروزیم، ما موفق خواهیم شد، همه در کنار هم. و ملیت‌های ایرانی، من اینو میگم، همه ملیت‌هایی که در این جغرافیای سیاسی به نام ایران زندگی میکنن، تمام حقوق فرهنگی، سیاسی، زبانیشون نه تنها باید به رسمیت شناخته بشه، بلکه باید تضمین داده بشه که اگر این حقوق خودشی بهشون وارد بشه، یعنی خودشناپذیرن، خراشی بهشون وارد بشه، خیانت به این انقلاب. متشکرم. ممنون تشریف آوردی و شرکت کردی آقای مختاری. درکتون میکنم، آدم خسته میشه، ولی ببرید تشریف برید استراحت بکنید. انشالله فردا فردا دوباره میبینیم در همین اتاق. آقای دیوانپور آرتا، شما رو بشنویم. آقای آرتا هستی؟ بله، درود عرض میکنم. سپاسگزارم، مرسی. به هر حال آرزو بکنیم هر چه زودتر از این دوران بگذریم و چه بسا خبر خوب این هستش که جامعه ما هنوز در خیابان. امروز جمعه بوده دوایدان و از همه مهمتر دوستان عزیز، آگاهی رسانی خوب شده، ساده شده، سریع شده. ما میتونیم به هم دیگه سریع آموزش بدیم که آقا یه منافع مشترک چگونه استفاده بشه. آخرش همش همینه دیگه. همه ادعا دارن از چگونه استفاده بشه. بحث ما اگر بگیم چگونه استفاده شده در کشورهای دیگه چگونه استفاده کردن، برمیگردیم اونجا احزاب سیاسی مهمه. ما احزاب سیاسی رو باید داشته باشیم که از شهروندان تشکیل شده، یعنی یه عده‌ای باور دارم که با هم دیگه میتونن این مشکلات رو حل کنن. این آخرشه. تو ما اونجا نیستیم متاسفانه. نه، از اون فرهنگی که خیلی مهمه،
به هر حال 44 ساله اون ساختاری که ساخته شده بود که مردم وارد کارزار اداره کشور بشن یه زمانی برد. ما فرانسه نیستیم، آلمان هم همسایه ما نیست، اونا 200 سال از ما جلوترن حتی از نظر فکری. پس اونا خیلی سریعتر تونستن هم دیگه رو جذب بکنن، متقاعد بکنن. ما باید یه دورانی رو بگذارونیم بعدش بهش باور بکنیم که آقای تنها راهه، راه دیگه نیست. اینه که در واقع میشه گفت ما امروز باید دونیم آنچه که منافع مشترکه و امروز برای ما مهمه و دیگه باید برای هر که از این کارا کرد بگیم این شهروند آگاه جامعه ایرانه، مثل آقای ملا عبدالحمید. این همه آخون هست، این همه ملا هست، این همه آیت الله هست، اما همه خفه. تازه یه چیز دیگه هم میگن. پس ما یه جامعه هستیم که به هر حال میبینیم اونایی که یه چیز دیگه میگن اونا آماده خودکشی هست، چون یه چیزی رو به دست آوردن مفت، حالا باش زندگی میکنن، اما ازشون بگیره خودشون نمیکشن. ما یه جامعه اپیدمی داریم، مزخرفه، فاجعه انگیزه. یه عده مال مفت رو میخوان به زور نگه دارن، نمیشه. اما شده، برای ما شده، متاسفانه طوری شده، برای ما تو تاریخ ما هر روز طوری شده، متاسفانه. ژنتیک هم هست، از پدر سالاری شروع میشه. ما باید یه جا بگیم آقا چگونه کلکتیو در مسئله مشترک بیم با هم دیگه کار بکنیم. دیگه ما میتونیم باور بکنیم در یک تاکسی که نشستیم 5 نفر نشسته، این راننده 4 نفر، عقیده مختلف داره اما اونجا رعایت کردن. پس این میشه جای دیگه هم رعایت کرد، میشه باور داشت که آقا مسیر کوتاه، این رو درست انجام بدیم. قرار نیست آخر امیدواری باشه، قرار از این پلان تا او پلان، حالا یه ماه 3 هفته از 5 ساله این کار درست انجام بدیم، به نفع ماست. یه روزی هم باید طوری عمل بکنیم. تازه که نمیتونیم بگیم این همه فقر است، این همه اصلا شهرسازی غلطه، نمیدونم طبیعت ها اینا بس جنایت دارن، اینا رو کی بحل بکنه؟ یه حزب کارا نمیکنه، یه کشوری کار میکنه. ثبت از یه جایی بیاد کمک یه جای دیگه بکنه اگر قادره. الان تو همه جاش فلجه، میره کردستان فلج، میره آذربایجان فلج، میره خوزستان فلج، همه گشنه، همه بدهکار، همه مشکل دارن. کشور ما دوستان عزیز برای یک مرحله بسیار شکوفمند اگر باور داشته باشه که میخواد به دست شهروندان داره، شهروندان اگر امروز آگاه باشن، نظم برنامه جهان به ما اجازه میده که هر طوری دوست داریم پیشرفت بکنه، فقط خیانت نکن. چرا جان مال مردم به خطر میفته؟ افتاده دیگه، خودتون شاهدید. بنده خودم یه پژوهش 5 سال در رابطه با احزاب سیاسی ایران، یه فاجعه ملی، بخشش اپیدمی، بخشش هم واقعا مقر جنایت. ما اینطوری کشور ما میتونیم یه زمانی کشور بسازیم که باور بکنیم این مشکل جا نیست، جا هم هست، توسط یه گروهی داره تولید میشه. اینجا هم هست، توسط یه گروهی داره تولید میشه. همه جای کشور هست که باید اینا رو پاسخ بده. همه نشستن دعا میکنن. آقا دعا کردن نیست، ما نظم برنامه رو عوض کنیم. ما نظم برنامه‌ای که جهانیان ازش بهره بردن، بهاش پرداختن، حالا ما هم بهاش پرداختیم، به هر حال لازم نبود، اما حالا اگر پرداختیم بفهمیم چه چیز خوبی به دست داره میاره. اگر حقوق برابر در بلوچستان مهمه، خوزستان مهمه، اهواز آبادان مهمه، دیگه مهمه. هر کی هر جاست براش مهمه از این دفاع بکنه.
قرار ما با این پلتفرم با همدیگه همزیستی بکنیم. اول بعد حکومت قانون میاد جلو. کشور با قانون پیدا کنه، با قانون نداره. یه مش اوباش ریختن، معلوم نیست کی، هر کی میبینه صورتش میبینی، میبره کریمینولوژی بررسی میکنه، همه آدرسا رو بشمید میگه آقای جنایتکار. وزیر کشور کریمینولوژی عکسش بده به داتا میگه آقای جنایتکاره. اصلا میبینی میگه آقای جنایتکار شده وزیر کشور. خب این فاجعه نیست؟ بعد احزاب سیاسی که باید امروز بیان جامعه ما رو هدایت بکنن، ببینی اصلا احزاب نیستن، لوبه. بعد تازه دوستان عزیز، ما 4 سال اصلا از این فرهنگ گفتمان سیاسی دور بودیم. چرا؟ چون که پلتفرم نبوده که بهش باور داشته باشه. ما یه ساختار مدنی داشتیم، از دست دادیم. حالا میخوام یه ساختار مدنی جدید انتخاب بکنیم، آگاهیش نداریم. کدومش؟ مال فرانسه، مال اسپانیا، مال انگلیس، مال آلمان، مال ژاپن، کیه میخواد؟ هیچ کدومش. آقا جان، حقوق بشر، حقوق برابر و عذاب سیاسی آزاد، مطبوعات آزاد، حکومت قانون، اینا استاندارد شد. تمام دیگه همه اینا کانالیزه شده، همه با هم دیگه رابطه دارن، همه استاندارد شده. بخشش هم که الان دیگه کامپیوتر جواب شما رو میده. ما باید وارد ساختار عملی بشیم، تجربه کنیم تا بتونیم وارد اون همزیستی واقعیمون بشیم. بیرون از ساختار بخوایم هی حمله بکنیم، این فاشیست، اون ناسیونالیست، این سنترالیست، بعد هم ببینیم آقا خودش 8 نفره، اصلا 70 میلیون کجا؟ اینطوری نیست. واقعیت هم اینه، شهروندان وظیفه‌شون رو آگاهانه انجام بدن. این کشور خوبیه. حالا خوزستان، بلوچستان، گیلس، مازندران، مهم جای شهروندان از درک مشترک در رابطه با منافعشون آگاه باشن. ما اگر تا الان حقوق برابر در کشورمون، حالا یه دوره 60 ساله قبل از 57 به هر حال تجربه شده، با قانون اساسی که داشت اجرا میشه حقوق برابر، اما از دست دادیم. حالا میخوایم به دست بیاریم، آگاه نیستیم چطوری. و یه فاجعه است. یه فاجعه است که مثل جمعیت زنان ما در کشور هیچ حقوقی ندارن، بعد بیاید براشون تصمیم میگن. خب این یه فاجعه است دوستان. ما کی می‌خوایم بهش فکر کنیم؟ این برمیگرده به اونجا. ساختار مدنی ما باعث میشه پدرسالاری بره بیرون. ساختار مدنی ما باعث میشه که آقا هر کسی هر جای ایستاده مسئولیتش رو آگاهانه انجام بده یا نه. اگر نمیده که بنده باید متوجه بشم، چون که بنده هم قانون رو میخونم، اما اگر نخوندم و متوجه نشدم، باید که تقصیر بنده است، تقصیر اون نیست. ما یک فرهنگ فرصت طلبی در این 44 سال اصلا آموزش داده شده. حالا شما باید آموزش بدید که آقا این فرهنگ غلطه، باجگیری و باجخوری دروغگویی غلطه. برمیگرده که انسان‌های خوب با شرف واقعا دانش و تجربهشون بیارن بذارن در اختیار مردم که آقا راه درستش اینه. هیچ کس هم به شما خورده نمیگیره، چون که وظیفه شهروندیتونه داریم درست انجام بده. بعضا هم مهمتر خوب بپذیره، اگر نپذیره یا میبرنش تیمارستان یا میبرنش زندان، چون که جمهوری اسلامی همینا هم. الان حکومت اوباش اسلامی شیعه تروریست، خوشبختانه حالا دیگه همه دارن میگن تروریست، تا 6 ماه پیش کسی نمیگفت، با خودمون هم نمیگفتیم. حالا یا نمیفهمیدیم یا اصلا آگاه نبودیم یا سانسور میکردیم. اما نه، ما در آبادان میگفتیم این رژیم تروریست حزب الله شیعه است. پس ما این رو باور نداشتیم که آقا این رژیم حزب الله شیعه تروریسته. حالا داریم باور میکنیم. آقا خودمون دفاع کنیم. یه چیز واقعا ضایع است. 44 سال طول بکشه با بفهمیم گرفتار یک گروه تروریستی شده. نگاه کن به مدرسه ها هم حمله میکنن. خیلی دیر شده اینا مردم بفهمن. دوستان عزیز،
به خودمون یه خورده بگیریم که هم دیگه را آگاه نکردیم، حالا هم تنها شدیم. این خوب نیست برای کشوری که به هر حال حالا پنجمین قدرت معادن مینرال جهان داره، تو مردمش از فقر فرهنگی گرفتار فقر سیاسی و اقتصادی هم شدن. نمیشه اینطوری. به نظر من به هر حال خوشبختانه ما در زمانی هستیم، پوزش میخوام، زمان طول کشید. آقای آرتا جمع کن لطفا که کم کم اتاق میبندیم. نه بله سپاسگزارم، پوزش بخوام. عرض کنم به هر حال دوستان ببینید، ما اگر باور بکنیم این کشور آبسته روزگار خوبی هست، اگر ما به ساختارها رجوع بکنیم، اگر در ساختارها بتونیم مکانیسم هماهنگ برای کشور بشیم، اگر بخوایم تصمیم بگیریم کشورمون ساخته بشه، بسیار ساده شده. فقط باید قبول بکنیم این مسئله مشترکه. حالا اگر حزب سیاسی، حالا اگر ادعای حکومت قانون داره، حالا اگر ادعای حقوق برابر، حقوق بشر، مطبوعات آزاد، آزادی برابر، اینا دیگه ما خودمون باید کنار هم دیگه با هم دیگه کنار بیاییم. ما اینو باید بپذیریم. به هر حال آرزوی تندرستی و روزای خوب. سپاسگزارم. ممنون. ببینید این تایتل رو که شعار امروز زاهدان حزب راج اتفاقی مردم خواست بودن حزب راج اتفاقی ملت بلوچ رو نمایندگی کنید، این به این مفهوم نیست که حزب بلوچستان راج اتفاقی معتقد به تک حزبی است. نه، تک حزبی یعنی دیکتاتوری، یعنی به استبدادی ختم میشه، بلکه بلوچستان همانند سایر جوامع بشری، سایر جوامع ایرانی متکثر افکار متفاوتی از قشرهای متفاوتی داره و لازمه که احزاب مختلف باشند و هر کدوم اون بخش از جامعه رو که طرفدارش هستن بهش رأی میدن نمایندگی میکنه در آینده در مجلس یا جای دیگری. و تکثر احزاب طبیعتا باعث میشه که از دیکتاتوری جلوگیری بشه، از تکروی جلوگیری بشه و به هر حال جوامعی که چند حزبی هستند بهتر تونستن دموکراسی رو حفظ بکنن تا جوامعی که تک حزبی هستند به سمت دیکتاتوری پیش رفتن. روی حساب این به این مفهوم نیست که من شخصا یا حزب راج اتفاقی احزاب دیگر رو وجودشون رو انکار میکنه. نه، اونا هم زحمت میکشن، در خارج کشور زحمت میکشن. حالا تاکتیکا هر کدوم تاکتیکا متفاوتی اتخاذ کردن، برخی فکر میکنن که با رایزنی، با لابیگری در مجالس اروپا و آمریکا صدای مردم بلوچ رو میرسونند که درسته، بله دقیقا درسته، این کار خوبیه، مفیدیه، ما هم در حد توانمون انجام دادیم و انجام میدیم. ولی تاکتیک ما، سیاست ما اینه که ما در داخل باشیم و در داخل بودیم و در داخل هستیم بین مردم، چون میدونیم که این اتکا به خود مردمه که ما میتونیم تغییرات رو وجود بیاریم، نه اینکه از دولت‌های خارجی، چون دولت‌های خارجی فقط منافع شخصی خودشون رو در نظر، منافع ملی کشورهای خودشون رو در نظر میگیرن، نه منافع ملت بلوچ یا ملل ساکن ایران رو. روی حساب سو تفاهم نشه، هدف چیزی غیر از این نبود. توی شعار داده بودن، برحال در هفته‌های پیش هم شعارهای دادم
و برتانی میکنه از این مردم. دوستان شما اگه صحبت نهایی دارید کوتاه بفرمایید، ولی من اتاق رو میبندم دیگه، من چون خستم. بعد هم بفرمایید. ببخشید جناب مهم، من این دفعه شرایط خوبی نداشتم، نتونستم صحبتمو تکمیل کنم، ولی من از اون میگذرم. ولی میخوام یه نکته بگم. جناب سارنگ هم اینجا بودن، یک دوستی هم اومدن اینجا راجع به ضرورت متشکل شدن خود مردم تو شوراها و اینجور صحبت ها رو کردن. جناب سارنگ گفتش که فرد الان اهمیتش بیشتر شده. خواستتون نمی کنم تاکید بکنم که حتی با توجه به این که امروزه بازم هرچند ناموزونی هست، اینجوری نیست. ما تعداد بسیاری جوانایی داریم که تلفن درست حسابی تو بلوچستان ندارن. یعنی اینجوری نیست که این یه چیز یه توسعه برابر و همگانیه. اینجوری نیست که همه افراد به یه عدم توازنی وجود داره بین افرادی که دسترسی به اطلاعات دارن تو مناطق مختلف و حتی در بین طبقات مختلف. ولی حتی اگه این فرض رو درست بگیریم که امروزه افراد دسترسی بیشتری به اطلاعات دارن، این واقعیت رو نقض نمی‌کنه که افراد مطلع‌تر مال یه دنیای پیچیده‌تر هست و در نتیجه میتونن احزاب مطلع‌تری رو، احزابی رو به وجود بیارن که فشرده اطلاعات و تفکر اندیشه افراد آگاهتری باشه. اینجوری نیست که ضرورت حزب رو اتفاقا کمتر نمیکنه، بیشتر میکنه. افراد مطلع. ببخشید، برای همین میخواستم تاکید کنم که همین حرکتی هم که شده دامن خواهد زد به اینی که احزاب دیگه به هر دلیلی نمیخوان توی مبارزات این رو کنن که مثلا کدوم تظاهرات یا کدوم تظاهر کنندگان طرفدار چه حزبی هستن. ولی به نظر من این اقدام دامن خواهد زد به تحزب و این به نظر من قدم بلند بسیار مثبتی هست برای کل جنبش و جنبش ها در ایران امروز بعد از دوره خیزش های انقلابی که پیش اومد. اینو میخواستم تاکید بکنم. یه نکته سر صحبت که خود جناب مهم کرد بگم، مزاحم وقتتون بیشتر نمیشم. ببینید این جریانات دیگه ای که مثل راج زرنبش، حزب ملی مردم بلوچستان و جریانات دیگه، اینا ممکنه مثلا تعدادشون کم باشه یا در خارج کشور باشن، ولی اینا حامل همونجوری که خود جناب مهمم توضیح داد سر اینی که مثلا اینا بردم، حالا من به استناد صحبت خود جناب مهم میگم که مثلا فکر میکنم راه تحول تو بلوچستان مثلا لابیگریه. خب این یه نوع فکر سیاسیه. مهم نیست که این کسانی که این همچین افکاری دارن چند نفرن، تو خارج کشورن تو داخل کشورن. مهم اینه که اینجور طرز تفکر پای اجتماعی داره. یعنی اگه شرایطی فراهم بشه که احزاب بتونن فعالیت کنن، طبعا حزبی مثل راج پاکی که فعالیت عملی بیشتری در درون جامعه داره، هواداران بیشتری، حزب قدرتمندتری خواهد بود. ولی اون جریانات و فکرهای دیگه هم پای اجتماعی خودشونو دارن و میتونن تاثیرگذار و نقش ایفا کنن، تاثیرگذار باشن توی شرایط آتی حداقل. و امروز هم من به شخصه میتونم توی دیوانایی که میذاریم، توی بلوچی که میذاریم، میتونم صحبت‌های افرادی که توی این دیوان‌ها صحبت میکنن این گرایشات رو ببینم. یعنی ما این چیزا رو میبینیم و اینا پایه اجتماعی داره و میتونه بین اقشار مختلف جامعه پایه اجتماعیشون بین اقشار مختلف باشه، بسته به اینکه چقدر آگاهی سیاسی وجود داره. برای همین به نظر من کافی نیست که ما این احزاب رو با اینی که مثلا چند نفرن تو خارج کشورن و اینجور چیزا ارزیابی کنیم. مهمترین و بهترینش نکته‌ای بود که باز خود جناب مهم گفت، اینی که
عامل تعیین کننده باز قدرت جمعی خود مردم بلوچ هست که میتونه اون تاثیر تعیین کننده را داشته باشه و حتی برای براتر شدن دیپلماسی و لابیگری باز منوط به این هستش که چقدر قدرت تشکل و آگاهی سیاسی و انسجام سیاسی اون جمعیت خود مردم بلوچ برایی اونو بیشتر میکنه. اینا نکاتیه که به نظر من مهمه. بعد به این چیزا و این خودش یه مسئولیت، من صحبت اولم هم گفتم، یه مسئولیت به عهده خود حزب راجع اتفاقی میذاره و اونم اینه که این نقش و مسئولیت رو هم به عهده بگیره که تمام نیروهای سیاسی رو برای یک هدف کلی، برای آزادی بلوچستان، برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت که چیزی به جز داشتن دولت خودش نیست، کمک کنه که این اتحاد صورت بگیره، حالا در حد توانش، ولی این مسئولیت رو به عهده بگیره. چون وقتی مردم، هر بخشی از مردم، هر تعدادی از مردم، به نظر من مهم نیست چند نفر توی تظاهرات‌های زاهدان این بنر رو بلند کردن، مسئله اینه که این هم یک تفکر سیاسیه که پایه اجتماعی قوی به خصوص بین زحمتکشان و نیروهای سیاسی آگاه جامعه بلوچستان داره و منسجم خواهد شد. به محض اینکه شرایطش پیش بیاد قدرت خواهد گرفت. مسئله تعداد امروز تظاهرات زاهدان نیست. برای همین این مسئولیت به دوش حزب راجع اتفاقی هست که برای تا اونجایی که ممکنه نیروهای سیاسی دیگر رو برای هدف نهایی کل ملت بلوچ سعی کنه که متحدشون. خیلی ممنون. تشکر آقای پیروز که همیشه شرکت میکنید و با تحلیل‌های درست اتاقها رو پربار میکنید. دوستان، آقای کریم، آقای دکتر بلوچ، خانم اسما، شما اگه سخن پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت من اتاق رو میبندم. میکروفون بزنید اگر سخن پایانی دارید، در غیر صورت من اتاق رو میبندم. پس میبندم دیگه. شبتون بخیر، روزتون بخیر. تشکر از اینکه شرکت کردید، چه به عنوان شنونده چه به عنوان سخنران. هر دو لازمه. سخنرانی رو آدم برای جمعیت میکنه، تا جمعیت نباشه سخنرانی هم معنی نداره و برعکسش هم مردم هم میان در اتاق تا صحبتهایی رو بشنوند. برحال تشکر و به امید روزهای بهتری برای ملت‌های ساکن ایران و جهان کلا. امیدواریم که این رژیم برحال سقوط بکنه، از همین بحران‌های اقتصادی برونیش از درون بخواشه. لازم نباشه که مردم تلفات جانی بیشتری بدن برای سرنگونی این رژیم. امیدهایی هست، ناامید نشیم. برحال این جنبش ادامه خواهد داشت و مطمئنم سیل گرسنگان و بیکاران که هر روز تعدادشون هم بیشتر میشه و تاج به تورم وحشتناک در ایران هست، هر شکل در مقابل ارزهای جهانی خصوصا دلار خیلی پایینه و قدرت خرید مردم هم پایینه. خاطر همین مسئله طبیعتا مردم دیگه طاقت نمیارند. تمام این ظلم ها، تمام این کاستی انباشته شده و مردم منفجر میشن امروز یا فردا، مطمئن باشید. و بساط این رژیم رو جمع خواهد کرد. شب خوش، روز خوش. بس من اتاق رو میبندم.